سلام به همه. قراره با هم دیگه بریم بررسی کنیم ارتر بلاک‌ها رو و ببینیم کدوم ارتر بلاک‌ها مهمن و میتونیم روشون آرامانوس بدیم و روشون معامله بزنیم. من الان روی چارت دیلی هم میام به طور مثال میرم توی 15 دقیقه. توی 15 دقیقه من دنبال ارتر بلاک میگردم دیگه. به طور مثال الان ارتر بلاک مثلا زیاد داریم. مثلا اینجا داریم، بعد یه دونه اینجا داریم که حالا بهش برخورد داشته، دوباره رفته بالا. اینجا ارتر بلاک داریم، بعد دوباره مثلا اینجا هم ارتر بلاک داریم. ارتر بلاک زیاده، ولی اینکه کدومشون مهمه و باعث تغییر روند و یا حالا سوددهی ما میشه کدوم، ما نمیدونیم کدومه و باید یه سری از مشخصاتشون رو بریم. به طور کلی ارتر بلاک هایی که در جهت روند باشن، باعث پاکسازی نقدینگی شده باشن، باعث ایجاد BOS باشن و در جهت روند بودن هم که گفتیم دیگه، همین چند تا. و این میشه که یه ارتر بلاک برای ما ارتر بلاک مهمی میشه. به طور مثال اینجا این ارتر بلاک اینجا چرا برای ما مهم نبوده؟ یه ارتر بلاک داریم دیگه، اینجا بهش برخورده رو داشته، یه رنج مانند زده و رفته اینجا دوباره لیکویدیتی جمع کرده، درسته؟ تو این قسمت. حالا چرا این مهم نبوده؟ یه نکته رو اضافه کنید اگه دارید جزوه می‌نویسید. اوردر بلاکی که قبل‌تر از اون نقدینگی وجود داشته باشه اوردر بلاک معتبری نیست. حالا شاید بپرسید خب آقا اینجا هم نقدینگی وجود داشته، این چرا به این وقتی برخورد داشته ریجکت شده؟ یه دونه از عواملی که باعث این شده BOS. نگاه کنید اینجا ما BOS داشتیم، درسته؟ و این اوردر بلاک باعث پاکسازی این نقدینگی شده. اگه حالا اینجا رو نگاه کنید این اوردر بلاک سقف بالاتری نزده، از اینجا سقف بالاتری نزده، حالا همه مهم نیست. اگه این بر فرض مثال یه سقف بالاتر مثلا تا این ناحیه میزد، امکان این که مهم باشه خیلی بیشتر. و همونطور هم که میبینید از اینجا دیگه ما چنج اف کاراکترمون داشتیم و روندمون سویی شد. حالا ما داخل چارت 15 دقیقه بود. میخوایم بیایم این ناحیه رو مشخص کنیم. من این ریپلای بردارم بیارمش عقب. میخوام بیایم همینجا. اوکی، تایم 15 دقیقه بودیم، بریم تو تایم 5 دقیقه. چارت طلا. اوردر بلاکی که برای ما برخورد داشت بهش این بود دیگه. ما بریم داخل 15 دقیقه یه لحظه مشخصش کنیم. این اوردر بلاک برای ما برخورد داشته و برای این ریجکت شده. حالا میایم داخل 5 دقیقه اینجا ریفاینش کنیم که مثلا مشخص میکنیم از کجا اوردر بلاک ما حالا تا این ناحیه میشه. همین رو میتونیم در نظر بگیریم. این از این. ما حالا چارت رو بزنیم بره جلو. یه کمی سرعتش پایینه، سرعتش رو بزنیم بالا. خب کسایی که اگه الگو کار کرده باشن با الگو و پترنا بخوام بیان بالا، اینجا یه چیز آشنایی براشون هست که اگه بخوام بکشم تا جایی که خودم یادمه میشه گفت الگوی پروانه بود اگه اشتباه نکنم. من این مشکل دارم. نه اوکی، یه الگوی پروانه است اگه اشتباه نکنم اینجا.
یه همچین الگویی که الان اینجا الگوی سعودیشو به ما داده بود و رفته. ما با این الگوش باز کار نداریم، صرفا جهت اطلاعات ماست. ما ارد بلاک ما داشتیم این بالا، این ارد بلاک. حالا بیایم داخل 5 دقیقه، اینجا قشنگ مشخصه اینجا نقدینگی‌ها بوده، این اومده نقدینگی‌ها رو زده، سقف رو شکسته. اینجا هم بی‌او‌اسمون رو داشتیم، خیلی بی‌او‌اس تمیزی هم. حالا ادامه چارتو بزنیم بره. یه نکته‌ای هم اینجا بهتون بگم، ما اینجا دوباره نقدینگی داریم تو این ناحیه، اوکی. و بعد این نقدینگی یه روند نسبتاً کوتاهی رو داشتیم، درسته؟ روند سودی خیلی کوتاه. بعد این وارد ناحیه نیم ما شده، یه اصلاحی داره این مارکت. شما نیایید اینا رو مثلا نمیدونم این ارد بلاک در نظر نگیرید بگید آها این به این برخورد داشته خب رفته بالا. نه، همچین چیزی نیست. یه اصلاحی رو اینجا داده مارکت، اوکی. یکم میمونیم تا بره برخورد کنه به ارد بلاک ما. الان اینجا به ارد بلاک ما برخورد. یه نکته اینجاست، خیلیا اینجا حالا از لحاظ مثلا اون فردی که تو سیستم‌های بانکی نشسته، حالا ما داریم با اون رقابت می‌کنیم، مارکت رو تا نگاه کنیم، اینجا یه چند تا چیز میاد به ذهنم. یک، این میتونه این کنه فریب باشه که بگه آره مثلا اومده نقدینگی رو جمع کنه، خیلی اینجا حالا مثلا که سلر بودن اینجا بایر بشن، تریدر خور تازگار همچین کاری رو میکنن. اگه شما هم که مثلا اگه بتون مثلا 3-4 سال میاد 2-3 سال هم گذشته بشه تایم کاریتون، متوجه این موضوع میشید که چی رو دارم بهتون میگم. و یه دفعه میبینیم میریزه بدون هیچ اصلاحی، بدون هیچ توقف، صرفا سر اینکه این اوردر بداد باعث پاکسازی نقدینگی و وجود این POS شد. و حالا تارگت هایی هم که میتونستیم برای این داشته باشیم همین کفا بودن. میدونه کف اینجا بود، اگه مثلا همین ارد بلاک رو می‌خواستیم بگیریم اینجا یه دونه تارگتمون بود، یه تارگتمون اینجا میشد و تارگت‌های بعدی هم اینجاها میشد. حالا بزنیم ببینیم تا کجا ریخته. اومده کل این چیزا رو جمع کرد، این نقدینگی پایین. حالا من کاری که میکنم چیه؟ من در راستای این ریزش میدونم که خب اگه ریزش قوی بوده مطمئنا نقدینگی اینجا رو میاد میزنه، درست؟ تا اینجا که اومد و یه اصلاحی تقریبا میشه گفت داده، یه اصلاح خیلی خیلی کوچیک، اوکی. و بعد اون دوباره اینجا استاپ هاند شده. کسایی که حالا معامله بعد این کندلا باز کرده بودن، بعد این کندل اینجاها تو این داهیه استاپ‌ها اینا رو جمع کرده، کسایی که اینجا زده بودن میگفتن خب اگه ما بیایم داخل 1 دقیقه اینجا رو بخوایم نگاه کنیم، خب مسلما من اینو دیدم یه همچین چیزی و سقف‌های برابر بالهایی داشتیم، گفتیم خب مارکت داره ریزش میکنه و بله از همونجا ریزش رو داشته، ما این TP هامون رو گرفتیم، قیمت میاد استاپ‌های اینا رو جمع میکنه. کسایی که حالا ریسک فری کرده بودن و یا هر چی استاپ‌ها اینا رو جمع میکنه. خیلی حالا TP شون اینجا بوده و یا مثلا اینجا بوده نرسیده و استاپ‌هاشون زده شده و بعد همون دوباره یه ایکوال های درست کرده. ایکوال های هم کسایی که نمیدونن به صف‌های برابر به کف‌های برابر میگیم ایکوال. ایکوال هایی داریم که منظورمون این صف‌های، ایکوال لو داریم منظورمون کف‌ها. 2 تا کف برابر و 2 تا صف برابر به این صورت. و بازار ریزششو داشته. بریم توی 5 دقیقه دوباره. حالا اینجا این ریزش همون ریزش طلای خیلی قوی ریخته بود و حالا TP هم اینجا هم بوده دیگه، اینجا هم میشده گرفته. این نکته هست، من به شخص TPمو شناور میذارم. من میام نگاه میکنم خب مارکت از این نقطه داره ریجکت میشه،
روند ما صعودی بوده، به این order بلاک داره برخورد میکنه، همچون order بلاکی هست، همچین ویژگی رو داره با توجه به تایم بالا که توی تایم بالاتر هم حالا مثلا 1 ساعت و روزانه با توجه به اون میتونستیم ببینیم آقا بعد برخورد به این امکان ریزش هست و اینجور شکل. حالا اینجا هم نگاه کنید، اینجا هم سقف برابر بوده، ایکوال هایی داشته، ریزش رو داشتیم، اینجا سقف برابر شد دوباره ریزش رو داشتیم و احتمال داره بعد این اوردر بلاک دوباره از اینجا بازار ریجکت بشه بره بالا. من که نمیدونم قرار همچین اتفاق بیفته یا نه. یه فرضیه با هم دیگه بیایید بررسی کنیم. خب این BOS رو داریم، پشتش نقدینگی داریم، درسته، و این اوردر بلاک باعث پاکسازی این نقدینگیه شد. اوکی، حالا بیایید بریم ببینیم چی میشه. دیدی قیمت از اینجا دوباره ریجکت شد رفت بالا. سر چی؟ نقدینگی رو تونستیم درست تشخیص بدیم، POS داشتیم و یه اوردر بلاک خیلی تمیز و مهم اینه این سقف بالاتری رو زده، سقف رو شکسته، چه با شادو رو حالا حساب نکنی خیلی بهتره چون درصد ریسک تو خیلی بیرون و خلاصه این بود از نکاتی که باید بهتون میگفتم و متوجه میشدید چی به چیه. خیلی راحته، یه کمی اگه برید تمرین کنید، بک تست بگیرید، همچین چیزیا همین خودش یه ستاپ کامله. شما میتونه ایکوالا رو در نظر بگیرید، نقدینگی اردوبلاک‌های اینور رو در نظر بگیرید، با همین یه معامله بزنید. به طور مثال من اگه میخواستم بگیرم، من همیشه می‌دونی کاری میکنم، ناحیه نیم رو مشخص میکنیم داخل این. حالا چجوری این میدل لاین رو فعال میکنیم. خب بعد اینکه اینو فعال کردی، این ابزاری که برای پوزیشن لانگ اینو میاریم اینجا میذاریم و طبق اسمارت مانی کسایی که کار کرده باشن بید. ما استاپ رو چند پیپ پایینتر میذاریم، چند پیپ. من مثلا نگاه کنید چند پیپ پایینتر گذاشتم. خب صرفا نه اینکه اومده مثلا به این حالا خیلی شاید بگن آره دیگه زرنگی دیگه، دیدی مثلا داره میخوره به این یه چند پیپ گذاشته پایین. نه، تو اصول اسمارت مانی ما همیشه همچه کاری میکنیم، میایم چند پیپ پایینتر میذاریم از حد معمول. مثلا خیلی حسابشون رو میذارن اینجا، خیلی راحت میتونن حساب بکنن، ما یه چند پیپ پایینتر میذاریم. اوکی، بخاطر همین روی ناحیه نیم ورود میکنیم، این 50%ش به خاطر اینکه جای ریسک داشته باشیم، بتونیم استاپمون رو جای بهتری بذاریم. و اگه اینو میخواستیم بگیریم با این اوردر بلاک در نظرش بگیریم، اگه میخواستیم بزنیم روی این، خب تا الان یه دونه ریوارد 7 خوشگل رو به ما داد و این از این آموزش بود. امیدوارم لذت کافی برده باشید، چیز جدید یاد گرفته باشید. فعلا